عمو سوهل تو رو خدا بیا تمامش بکن دیگه، ادامه ندیدی بسر به خدا حال بابا بس. درود رفقا، خوش اومدید به کانال ایران استریم. قبل از هر چیز لازمه بگم ما برخلاف چنل های دیگه کاملا بی‌طرف حواشی پیش اومده رو توضیح میدیم و سعی میکنیم مثل چند روز گذشته اولین چنلی باشیم که این اتفاقات رو پوشش میده. و برای اینکه کامل بدونید ماجرا چی بوده، اول دو ویدیوی قبلی کانال رو ببینید تا چیزی رو از دست ندید. امروز صبح بود که سویل سولبا یه وایس 4 دقیقه‌ای گذاشت داخل کانالش و احساسی شده بود و در حالی که گریه میکرد داشت درباره درامای پیش اومده با سویل پرنگ صحبت میکرد و معذرت خواهی میکرد. اینو بگم که این دلیترین وایسیه که این چند سال اخیر گرفتم. گفتم یه راجع به این حواشی اخیر صحبت بکنم که بچه اینو بگم من اول از همه از همتون معذرت میخوام. من واقعا شرمنده‌تونم که درگیرتون کردم، استرس بهتون دادم که مثلا دیدم خیلیتون منتظر بودین که من بیام جواب بدم، درگیرتون کردم، دور سرتون میگردم. من معذرت میخوام از همتون که واقعا نمیدونستم که چیکار باید بکنم، چون خیلی فشار رو پدرمه، رو خودمه، رو خانواده‌مه. من دور سرتون میگم، میدونین چقدر دوستتون دارم. من از همینجا معذرت میخوام چون خانواده من و نمیخوام هیچ وقت باعث بشم که حالتون بد بشه. میگم خیلی فشار رو خودم، خانواده‌ام بود و اینا بگم میدونم چه فشاری روی طرف مقابلمه. مطمئنم عمو سهیل، اینو میخوام مستقیم خودت بگم، من خیلی خوب تو منو میشناسی و من میدونم که چقدر دلت بزرگه. من مطمئنم که چه فشار زیادی روت بوده که شما این وایسا رو گرفتی. من از همینجا معذرت میخوام که باعث این اتفاق شدم. کاش حلش میکردم، کاش زنگ میزدم، کاش اصلا اینجوری رفتار نمیکردم. نمیدونم من چرا اینجوری کردم که زودتر حلش نکردم. اون داستان رو که خودت میدونی هنوز نرسیدم راجع به ایده و از همینجا معذرت میخوام از سر همون داستان. بچه اینم بگم که به جون پدرم من الان تنها نشستم توی خونه و پدرم حتی از موضوع و داستان و کاری که من میخوام انجام بدم خبری نداره، چون حالا بابام خیلی بده، میخونه همه چی، میخونه میبینه همه این چیزا رو. همینجا بگم به جون بابام عمو سهیل، بچه‌ها من میگم عمو سهیل چون بیشتر من خیلی سعی کردم ارتباط بگیرم دوباره که اینا رو بهت بگم. امروز پدرم زنگ زد، امروز خودم با اکانت دیگم، چون اکانتم بلاک کرده، با اکانت دیگم بهت پی ام دادم که حلش بکنم، یعنی که معذرت خواهی بکنم. سر ایده بگم که من به جون پدرم نمیدونم چرا فراموش کرده بودم و بعد از اینکه نوتتو دیدم رفتم سرچ کردم توی چتمون و دیدم شما همچین ایده به من دادی و من از همینجا ازت معذرت میخوام، ببخشید که شما اومدی. اما من دیدم تو اومدی گفتی این بین خودمون بمونه. من واقعا معذرت میخوام که اصلا این که پخشش نمیکنم هیچی، ولی واقعا معذرت میخوام که همچین ایده رو گرفتم. همینجا دارم اعلام میکنم بچه‌ها این تو رو خدا برعکس نشه، تو رو خدا این هیت برعکس، خواهش دارم میکنم جان سویل اگه من دوست داری برعکس نشه که برید هیت بدید. جان من تو رو خدا خواهش میکنم. عمو سویل تو رو خدا بیا تمامش کن دیگه، ادامه ندیدی بسر به خدا حال بابام اصلا خوب نیست. بچه دارم اینو میگم که اصلا تو رو خدا برعکس نشه. بچه ابو سهیل یه تایمای کنار من بوده که هیچ کی نبوده. به خدا اینقدر ابو سهیل رو من دوست دارم. ابو سهیل یه تایمای کنار من بوده هیچ کس نبوده. دارم میگم خیلی منو از هر لحاظی که فکر کنید کمک کرده. من یه تصمیمی گرفتم، من اصلا وارد یوتیوب شدم به خاطر اینکه حال خانواده‌ام خوب نبود از هر لحاظ و اصلا یه دلیل دیگه وارد یوتیوب شدم. الان خیلی حال بابام بده و یه تصمیم گرفتم که نمیدونم تا که خداحافظی میکنم. دارم میگم از هر کسی که من توی حالش اومد شما معذرت خواهی میکنم و نمیخوام اصلا نمیخوام حال بابام یا خانواده‌ام بد باشه و دارم باز میگم تو رو خدا هیت ندید، خواهش میکنم کامنت هیت اصلا نذارید واسه کسی و من بازم میگم معذرت میخوام و این تصمیمی که گرفتم و الان نمیدونست کسی، بازم میگم ببخشید. ولی خیلی زود وایس رو پاک کرد و درخواست کرد جایی پخش نشه و بعد یه وایس جدید گرفت و درباره ویدیو کشتی کج با یوتیوبرها توضیح داد و گفت سلام دور سرتون میگم. آقا اول بگم من اون وایس قبلیه رو خیلی احساسی بودم و اونایی که گوش کردم معذرت میخوام ازتون. بابا اومد بالا سری زد تو گوشم و گفت چیکار داری میکنی؟ من درست حسابی بیام قشنگ اینجا بهتون میگم. آقا من اول از همین میخوام با عذرخواهی شروع بکنم. من معذرت میخوام از عمو سهیل.
به من همون که دیدید یه 5-6 تا وایس داد و من دیگه زنگ نزدمش و من قبول میکنم که اشتباه کردم. میتونستم خیلی زودتر زنگ بزنم، خیلی زودتر جمع بکنم این داستانو، خیلی زودتر باهاش ارتباط بگیرم، ولی نکردم این کارو. من معذرت میخوام ازش که خیلی دیر، واقعا خیلی دیر سعی کردم ارتباط بگیرم. خب قطعا ببین سویل خیلی دل بزرگی داره، قطعا خیلی فشارش وارد شده که این وایس ها رو گذاشته و من باید زودتر عمل میکردم به این قضیه. سر قضیه کشتی کجم، من واقعا دارم اینو از ته دلم دارم میگم، کشتی کج من وقتی رفتم گرفتم اصلا نه یادم بود نه عقبه ذهنی داشتم، یعنی اصلا از قصد نبودش که این کارو باید بکنم. گرفتم رفت، واقعا دارم میگم بعد از اینکه اون وایس گذاشته بود این گذاشته شد اینجوری بودم که اصلا ایده کشتی کج من خودم داشتم و اینا، که امروز امسال یه دونه نوت گذاشت، من رفتم چتمونو آوردم سرچ کردم کشتی کج، دیدم وسط 2025 به من ایده رو داده بود. بعد از کجا الان من شرمندم که نوشته بودیم بین خودمون بمونه. من از همینجا ازت عذرخواهی میکنم که ایده رو داده بودی و من واقعا دارم میگم یه بار قسم میخورم به جون بابام این ایده رو اصلا یادم نبود و نمیذارم کشتی کج هیچ و معذرت میخوام که من ایده رو گرفتم. من اینو دلی میگم، من خیلی دوستت دارم، تو یه جاهای پشت من بودی که من خیلی تنها بودم و هیچ وقت یادم نمیره. بعد از وایس سولبا بلافاصله سویل پرنگ داخل کانالش واکنش نشون داد و گفت که سولبا داره مظلوم نمایی میکنه و ترحم میخره و داره دروغ میگه که یادش رفته من ایده ویدیوی کشتی کج رو دادم و من 3 ماه دارم تلاش میکنم باهاش صحبت کنم ولی سولبا ایگنور میکرده و در ادامه گفت بچه‌ها سلام، مخلصم، امیدوارم حالتون خوب باشه. من الان دیدم که یه عزیزی تو کانالش ورزشی وایس معذرت‌خواهی پخش کرده و توش داره با گریه معذرت‌خواهی میکنه و میگه کسی به من هیت نده، در عین حالی که داره از من معذرت‌خواهی میکنه به من هیت نده، یعنی منی که این اتفاق رو اومدم مطرح کردم. خواستم همینجا بگم این داستان رو اگر بخواید با مظلوم نمایی و با هنرپیشگی و با قالتاق بازی ببرید جلو، 9 تا وایسی که بهتون دادم و به هیچ جات نبود که اون وایس ها رو تو اگر بذاری رو سنگ آب میشه، گریش میگیره، من خودم مجدد گوش میدم گریم میگیره، ناراحت میشم و 15 روز پیشی که این موضوع رو 3 ماه از قبلش در تلاش بودم حل بشه، نه با خودت، با تمام نفراتی که بخوان به اسم میبرم باهاتون خواستم حل بشه. حالا که من اسکرین شات صحبتم با شما و گفتن و مطرح کردن پروژه رو با شما صحبت کردم، نبینم یه وقت با مظلوم نمایی بخواید این مردم فکر کنید ترحم برای خودتون بخواید ازشونا. این وایس فقط گذاشتم اینجا، امروز هم اسکرین شات پخش میشه. گفتم منو تا ته این مسئله وقتی که به یه ورتون گرفتید تا ته این مسئله میبرمتون، مردم هم ببینن شما چه آدمی هستید. فکر نکنید فقط همه چی این روح بشید تو جریان‌های سیاسی، بخواید کلا روح بشید که بعد از حافظه یه وقت مردم حافظه‌شون کمه استفاده کنید. این رو کاملا بهتون یاد میدم اینجوری نیست. این وایس هم باشه اینجا مجدد برای همین مردمی که صبح بلند شدن من دیدم یکی با مظلوم نمایی داره برای مردم پیام معذرت‌خواهی میذاره. من یادم نبوده، من نمیدونم چرا 15 روز نباید یه زنگ میزدم و اینو دیگه نشنوم برای این مردمی که همه جوره پشت من و امثال شماها بودن مظلوم نمایی کنید. اضافه میکنم برای مردم عزیزم، برای عزیزایی که اینجا دارن باز منو میبینن میشنون و کسایی که حتی بعدش این وایس رو احتمالاً برمیدارن، گوش بدین که 3 ماه سهیل پرنگ از ریز و درشت این آدما رو ازشون خواست، باهاشون صحبت کرد. با فلانی اسم نمیارم که به وقتش آقای فلانی یوتیوبر از من کسی ناراحته، نمیدونم عمو، اگه چیزی رو جون مادرت بگو، نمیدونم عمو، رفتیم 2 روز 3 روز بعد آقای فلانی شما از من ناراحتن بچه‌ها، نمیدونم عمو، تو رو قرآن من اشتباهی کردم به قرآن، نمیدونم. آقای فلانی 1 هفته بعد شما از من ناراحتی؟ نه عمو، چرا من ناراحت باشم؟ آقای فلانی شما از من ناراحتی؟ نه عمو، من چرا ناراحت باشم؟ آقا سهیل بیا فردا، میگم فردا 2 هفته بعد همدیگه رو ببینیم این مشکل رو حل کنیم. باشه 2 هفته گذشت به تخمتون گرفتید منو. سهیل آقای فلانی هستی برای ویدیو؟ نه عمو، وضعیت یوتیوب یه ذره هیستریکه، میخوای
نه فعلا همدیگه رو نبینیم، هفته بعد همدیگه رو یه جلسه بذاریم ببینیم. باز دوباره من میبینم همتون به تخمتون گرفتید منو. بعد الان چی شده که همتون به تکاپو افتادید؟ ها چی شده که همتون حالا اومدید جلو؟ حتی روزی هم که این جریان برای این آدم اتفاق افتاد، من توی پابلیک اومدم قضیه رو چیز کردم، مطرح کردم، نیومدید. باز یه سریاتون تو اون تایمی اومدید که قرار شد بعد از این داستان یه سری رسیدگی به داستان دیگه داشته باشیم و بمیرم برای یه سری هواداراتون که میگم وای این آدما اونا نیستن، بمیرم براشون که میگن نه این آدما این کسایی که شما میگید نیستن. حتی همین قضیه کشتی کج باورشون نمیشد، تا اینکه من خودم هم اصلا حواسم نبود به این آدم توی پرایوت گفتم پخش میکنم امروز میبینید بهش میگم برای من پروژه مهمیه و من فکر میکنم تا یک هفته 2 میلیون ویو میخوره و من دارم میگم جون مادرت به کسی نگی یا پیش خودمون بمونا. تو یادت رفته؟ یعنی تو اون لحظه که خواستی اینو بری بسازی یادت رفته؟ 3 ماه با هم تیم شدید، به هر دلیلی، به هر اشتباهی که حتی اگر سوی پرنگ کرده یک کدومتون نیومدید جلو بخواید مشکل رو حل بکنید. یک کدومتون نیومدید بگید آقا سویل پرنگ اشتباهی کرده، نونمک خوردیم، 4 تا جا با هم بودیم، 4 تا کار ما براش کردیم، 4 تا کار برامون کرده. احساس نکردید بین 30-40 تا یوتیوبری که تو ویدیو کشتی کج بوده سویل پرنگ چرا نیست؟ معرفتشو نداشتید بگید آقا بیا مشکلتو با این آدم حل کنید. تیم شدید با هم دیگه بر علیه من. فکر کردید من زمین میخورم؟ 3 ماه درد کاملو به من، به حیثیتم، به تمام وجودم دادید. منی که برای خودم یه جایگاهی توی این مردم دارم، مردم منو به یه جای رسوندن که اگه 10 جا میرم میشناسن منو، از کوچیک و بزرگ که شاید شما رو نشناسن. 3 ماه من خودمو کوچیک کردم، هی میگم آقا بیاید، من اگر مشکلی دارم، من اگر اشتباهی دارم، به رفاقتون بیایم حلش کنیم. میاید منو ایگنور میکنید، میاید منو مثلا بایکوت میکنید. بعد که داستان دهنش باز میشه طرف مردم، تازه میخواید در دهنشو ببندید. نمیشه دیگه فکر نکنین بازی اون بازیه. بالا هم بهتون گفتم با منی که تو اون داستان رفتم، کل خبرگزاریای ایران، کل داستانای مجازی خبرشو برای من کار کردن، پیجمو بستن، همه کار بام کردن. این بازی رو نباید شروع میکردید، چون فقط تهش من با برد میام بیرون با چیزایی که ازتون دارم. و بعد این اسکرین شات ها رو داخل کانالش قرار داد و در ادامه نوشت تمام، اینم برای اون 1% که به من شک داشتن و فن شما بودن. هیچ رفاقتی و هیچ نون و نمکی دیگه معنی نمیده. حالا برو دنده خور داداشت شو برای اینکه سویل پرنگ رو بایکوت کنی. بغض اصلی و وقتی میفهمین که من پیامایی که برای این آدم فرستادم و گوش نداد رو اینجا بذارم که به هیچ جاش نگرفت. به جون نیلوفر خودم گریم میگیره میشنوم. من که یه مرد 35 سالم این حرفا رو با این حال بد به تو زدم و تو هیچ اتفاقی درونت شکل نگرفت. تا منفعت و پول و جایگاهتون به خطر افتاد یهو به خودتون اومدید. به جون نیلوفر اگه این قضیه رو پابلیک نمی‌کردم، 1 سال هم میگذشت شما نمیگفتین سویل پرنگ زنده است یا مرده. از ریز و درشتتون که برای همتون معرفت به خرج داده بودم. و بعد این وایس رو گذاشت. این آخرین وایسم میذارم باز برای همین مردم که من اصلا به هیچ ورم نیستش که شما رفتید این ایده رو اجرا کردید. من خودم همین الان اسکرین به اسکرین بخواید برای همین مردم میفرستم که ایده هایی رو به تمام یوتیوبرها دادم، حتی سفت و سعیش رو خودم کار کردم که ویدیو 2 میلیون ویو خورده، 1 میلیون ویو خورده، ویدیو 500 کی ویو خورده. کل درد من اینه که یک سری آدم اومدن فیت شدن سویل پرنگو بدون دلیلی که بهش بگن آی سویل پرنگ تو این بی‌ناموسی رو کردی، این دیوسی رو کردی، این کار زشت رو کردی که نگفتید به من، اومدید سویل رو بردید تو حاشیه، رفتید با هم دیگه تیم شدید همتون با هم و به هر کدومتون از ریز و درشت گفتم به هیچ جاتون نبوده که بیایم این مشکل رو حل کنید و بعد متوجه شدم رفتید ایده خودم هم ساختید. دیگه من چجوری باید بهم فشار شما بیارید؟ دیگه من 3 ماه تایم کمیه که باید این فشار بهم بیاد. حتی باز انقدر منش و معرفت دارم از همین مردم یاد گرفتم که نیام اسم ازتون ببرم، خودشون میدونن شما کی، خودتون سوتی دادید که شما کی چی کار کردید. و در آخر نوشت این قضیه هم پروندهش بسته تا بیام سراغ اون یکیتون. دم امیر ایزد گرم، با اینکه حتی اسکرین بهش نشون نداده بودم باور داشت حرف منو. از دیروز بیشتر از 12 ساعت وقت زندگیشو برای این داستان قرار داده. احترام منو خانواده‌ام برای تو همسر گلت داداشم. و فلیم حسین هم داخل کانالش اینجوری واکنش نشون داد. در ادامه ایمان هادی داخل کانالش اسکرین شات استوریای قبل خودش رو میذاره که شامل محتواهای درباره ایران و پستایی با موضوع گرونی و وضعیت اقتصادی و سیاسی بوده و مینویسه همه وظیفمون بوده و بهش عمل کردیم. حساب منو از دوستا و رفیقا و داداشام جدا کنین، چون هیچ برادری واسه برادرش تو زندان نمیکنن. پس اگه با من مشکل دارین با تیکه و کنایه حرف نزنین. حالا که خواستی پابلیک باشه مستقیم حرف بزن، مستقیمم جواب بشنو. من یه شخصیت مستقل هستم، همیشه بودم، همیشه هم خواهم بود. بیا
مستقیم به خودم بگو. باید توی پرایوت میگفتی، نگفتی. اشکال نداره. پابلیک حرف بزنیم. ویورا غریبه نیستن.